گوش کنید ببینید چی میگم. این دعا رو هر وقت حبس دعا شدی بخون. یعنی اگر مستاجری، فقیر شدی، بدهیات زیاد شده، رزق و روزیت کم شده، هر وقت دعایی میکنی دعات اجابت نمیشه، بدون حبس دعا شدی. اونایی که هر حاجتی دارن برآورده نمیشه و حبس دعا شدن، این کاریو که امام علی به شدت بهش توصیه کردن رو انجام بدی. اون وقت هر حاجتی و گرفتاریایی داشتی تو حبس دعا بودنت برطرف میشه. اول 3 مرتبه بگو سبحان الله الملک القدوس. بعد این دعا رو 1 مرتبه بخوان و یه جا بنویس. 3 روز همراهت باشه این دعا. شر ما سبق فی لیل اللهم انی اسألک بعزت ملکک و شدت قوتک و بعظم سلطانک و بقدرتک علی خلقک. یه دعایی بهتون یاد میدم، دقیق گوش کنید ببینید چی میگم.